همین آدم جین داشته باشه همون گپ زنی جین میشه اگه پوتا. بله. ما همین اگر جینای ماندگی باشه کنیم در ابرشین نشان دارم ویدیو ابرشین برای نه پیش حسن برای پیش مراد برای پیش ریجی برای نه آدم بران میگم رویش که کارچی جینا رو رویش کن. الله سيبطله لا إكراه. همون گپ زنی جین میشه اگه پوتا. بله. ما همین اگر جینای ماندگی باشه کنیم در ابرشین نشان دارم ویدیو انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. كفرت بسم الله وكفرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان برادران عزیز با همراه خود شهباز در مدینه منوره منطقه در مکه مکرمه و بعد مدینه میرویم ان شاء الله. دارویی که میبینید دارو برای انسانایی که سحر و جادو دارن. یعنی حضرت میگه که من با قرآن با آیات خواهم چی باور دارم و همین چیز شک شبهه دارم. یعنی هازی ما مقصد ما بگو بازی تای کمیتر اپری اقرار میشود. یعنی کمتر مردم فهموندن که تو کافری تی تری سر میشه. مقصد مثلا این باور که ما وقتی که جین داری زیان داری سوره در آیات در قرآن در حدیث پیامبر همه این چیزا ایمان دارم. فقط این همین دارویی که اینا موی سر براری و دیگه مخاطی خدمت اخلاص همین دارو ما باور ندارم که توبت کنم. درست جادو درد است که فیزیکی وجود نداره. نمیتونه دیگون رادار یکون چون این چیزی فیزیکی چیزی که فیزیکی نیست را گم میکنه ما امیده سامنے نیده. یعنی میگه که همون چیز فیزیکی جادو یعنی جین ها هستن که در بدن انسان سحر جادو میکنن اون را میدرورن انسان هست نمیگه بعضی حالتاش میپرتاین. انا مرهوز ما ان شاء الله که همین دارو در آب میکنیم واسه خوردنش کم کردن دشواره در آب میتیمش تو اینکه همین را بخره و ببینین ویدیو چگونه میشه و ان شاء الله و اگر جین شیاطین داشته باشه اگر میبره مثلا بسیار میگفتن که شانه بخوان شانه حاج شهباز ان شاء الله از میخونیمش و همین دارو در شهر مسکو هم هست بسیار نویسیدن رقم های 90 مسکو های 159 159 مترو لوبلینا 99 شهر یکترینبورگ و پایونش رقم های تاجیکستان در تاجیکستان هم هست. میتونید که ان شاء الله زنگ بزنین ما زمین در همین اوپر میکنیم ان شاء الله. اگه چیزی نیست بعد میبینیم که اگر که جادو داشته باشه تحصیلش میکنه اما شفای جانبی الله ها ما میدوزی بخدا گفت زیستن داره فون میگه خفون کسی از بشه از ترسیده سامان کردم طوری ان شاء الله ما میریم همین دارو مثلا در تاجیکستان پیدا کنم میتونن بسیارش میگم ما همونجا در کار همینجا رویش کردیم بعد تاجیکستان هم و روسیه هم خیلی مردگیه خلاصی گپ بعدش میگم همینجا بگی بیا تشریح کنم میکنم خلاصی گپ ان شاء الله ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. برای روز پاوزش میکنیم شرط میکنیم خودم برای ویدیو روز نشوه ان شاء الله. شکر ایشالله دیدم چوچ داری گفتیم مردا دیدم خوایش دست لکه اول حضرت تخشم اتیاق ما باید بخونم حضرت بسم الله وقت نمیخوری بعد میخونم من خودگیم میشه خودگیم چیزی دارم بسم الله چند خشب کنم یک این خشب خورم بعد بو خشب خورم داشت مطرق رو میخونم بسم الله چی نیست تحت تمسید ان شاء الله خیلی خندوش کده به نظر میتونم خب سنگ بزنیم خیلی ناز ان شاء الله شروع میکنیم خواندن و میبینیم که اگر جین داشته باشه میبره شما دا باشه ان شاء الله چیزی که پیشش میده وصله بینید اگر چی فکر نکنید وصله دراز بگش میشه ان شاء الله دراز بگش چیزی که پیشش میده وصله بینید ریخته پول نیخواد اگر چی فکر نکنید نه ترسم اگر دال پول بزنم نه ان شاء الله چی نیست ان شاء الله شما را باشه ختم وصله بینید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
الله الرحمن له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله لقاك يا شبخة في چشمه باش نیومد. خیلی از چینی میخونی اصلا رقم خوندن نکره چوست داده است از اینجا میام تپا بخورش رو میکنم بینام این که کنیم چی میکنیم فرمشه ونم راسلابی پروسو نمیکنی خطا راسلابي نمكني بروسو خطا چی فيك ده سرد هم او بس سكر دياو بزا. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله السحر إن الله السحر إن الله السحر إن الله سيبطله. الشيطان اللعين الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هر جین هر خیل میوره بعضیش به دیونگی بعضیش به آرامی. دسپوتی قیلر زیچ خرشین این بخدا خرید نمیگه کو بچه‌ی فرض راجع خیوک دونوشنی بداده چیلی دنازار این تلیش چیلی کوی پو نمیشه ها مصد کی چه چیلی کوی پو نمیشه را بعد بس نمیشه هر وقت میخواد اونجا از راه بزنیم نمیشه تا آب باتیفال میشه خیلیه این نمیشه داره آب جوش نیست. انا ویدیو پسانم نیست چه ما آخر بحرماتی خدا چه سامراتی سام زوار بعد رو فکر میکنم که مثلا که حج واقعی که توش نمیگه فرا نه مردم چه مردم برای قدر ویدیو خاصی که حج واقعا در اصل نشه خودش بیتیگه پو هر جای دیگه در رسون نکرد میگه تو باید سوم نبوده سکی بگیم اجتماع ملی اون کن برادران عزیز مصب کی از البیک خلاصی گپ کی هر جین ها هر خیل میبراین بعضیش با آرامی بعضیش با اوسانی بعضیش با پرتوفتن همه خیلی در خیلی سرچ کم خیلی کامل سر بود خیلی خوب سبک شدین یعنی عروض اومدگید یعنی در تاجیکستان جلود کرد در میکرد نه با قول خودت اومدگی چه خیلی دیجه در امی اومدگی سورم شده فایده کرد این محکمه دا نه پسوخی دویدن شبیه چه خیلی دواست فصلش دیگه بله ده حد صفا و مروه صفا و مروه مقصد میگو کی جلو کم در میکرد حتی چیز وزمین خوردن نمیتونست وقتی که میخوندم دولین میخیست اوش پوش دیگه میدونم شدیدن و همین چی میگم همین منطقه اولش در بزنم برای ترسی همین آدم جین داشته باشه همون گپ زنی جین میشه اگه پوتا بله ما همین اگر جینای موندگی باشه کنیم در ابرشنشون دارم ویدیو ابرشن برین پیش حسن برین پیش مراد برین پیش ریجی برین نه آدمو دا بران میگم رویش که کارچی جینا رو رویش کنم. خب برادران عزیز با دعا باشین خدا نگهبانتون باشه ان شاء الله که یعنی چیزی گفته کردیم خوندیم الحمدلله شفای جون بیاد. دوزخ برای شما حرام گرداندگی ممکن نیست اجازه نیست در مدن شما. جناب رسول گریه میکنم باید بدرم حال امتام ببینم. که میگه هیچ چیز میگه بعد خدا میگه اجازهش تمامش بدره. تراوی میکردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه دیگه پیغمبران میدرمده حال امت میگه که در عذاب و میگه پروردگار میگه برای چی که همراهی همین امتان نآوردی من عذاب تو ای حال اینها خبر داشت. وقتی اینها در دوزخ بودن که جا من جنت جناب
رسول الله شفاعت میکرده همون گناهگارا را تا میفته یک انسانه که میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، تا همون انسان میفته ای دوزخ خلاص نکنم جنت نمیره.